چطوری؟ دلم براتون کلی تنگ شده بود. ما برگشتیم با یک آنباکس جدید و امیدوارم مثل آنباکس قبلی دوستش داشته باشید. البته این آنباکس با آنباکس قبلیمون فرق داره و فرقش هم اینه که دوتا لپ لپ داریم. این مامانشه، این بچهش خوکه. اول از همه از این کوچولوه شروع میکنیم که زودتر به نتیجه برسیم و بعد نوبت اون مامانه میرسه. به نظرتون توش چی میذارن؟ اول از همه قیمتش 99,000 تومان هستش. امیدوارم که 99 تومان بیارزه. بریم برای آنباکسش. این رو چجوری باید وا کرد؟ به نظرتون کنم باید از این قسمت بازش کنیم، ولی انشالله که ناخونم نشکنه. این چاقو تا اینجا رفت یعنی انقدر توش خالیه. اوا اصلا یعنی من هر چی بخوام باز کنم بدترین و سفت‌ترین و سخت‌ترین، نمیدونم چرا. این مگه برای بچه ها نیست؟ یکی به من بگی این مگه برای بچه هاست؟ چرا اینقدر سفته؟ خب داره وا میشه بچه ها. باورم نمیشه اینا توشه. خب ببینید اولین چیزی که ازش در میاد چیه، ولی خیلی بامزه است. این چیه؟ از این که میذارن روی جا صاف میمونه، تزیینی حساب میشه، یعنی با نمکه ولی مجموعاً. پس یکی شد این. بعدی دو تا از این کاکائو هست بچه ها. من نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه به اینا. کاکائوهایی که توی یا شکلات هایی که توی لپ لپن قندشون خیلی زیاده. الان روی اینا قندش رو ننوشته خب، اما روی خود این بسته لپ لپ اگر نگاه کنید قند و چربی و اینا رو توی رو خود بسته نوشته. الان مثلا این شما فکر کنم نبینید اما اینجا قندش رو نوشته 9 و رنگش قرمزه و خب وقتی قرمزه یعنی که قندش زیاده. چربیش هم 5 و واقعا زیاده واسه اینا. خیلی کوچولو هن دوتاشونه ولی خب قند بالایی داره و نمیدونم چرا مثلا این قند یعنی برای بچه ها اوکیه یا نه. اما آخرین چیزی که توی این لپ لپ بود یه سگ سنگ خیلی سفته برای بچه هاست و میخوام ببینم که چیزی راجع به سن بچه ها اینجا نوشته که توی چه سنی میتونن لپ لپ استفاده کنن. من چیزی نمیبینم. فکر کنم توی این یکی که گنده است نوشته بودش که واسه چه سنی مناسبه. میدونید چرا داشتم به این فکر میکردم که خب اگه مثلا این برای بچه های کوچیک تر باشه، خب این اگه بزن دهنشون و اینا خیلی سفت اذیتشون میکنه. پس مجموعاً این خزعبلات در این لپ لپ بود و به نظرتون این 99 تومن میارزه؟ به نظر من که نمیارزه. خب بریم برای این لپ لپ بسیار گنده و حجمی. میبینید چقدر بزرگه.
به نظرتون این چقدره؟ ببینید روش زده 325 تومن. خب اما ببینید خیلی هم سنگین نیست، خیلی هم حالا سبک نیست، ولی اونقدی هم سنگین نیست که من با 2 دست بخوام نگهش دارم. گفته بودم براتون که روی این زده که برای چند ساله. اینجاش نوشته که برای کودکان زیر 3 سال مناسب نمی باشد. خوبه که همچین چیزی رو بنویسن. راستی راجبه پلکم اگر دقت کرده باشید این سمت کمی پف داره و گل موزه زده. شاید سوال شده باشه. تا اینجاش که راحت بود. خب اینجا هم قیمتشو زده ها. حالا در اینو باید وا کنیم راحت باشد. میخوام شما نبینید ولی اینکه خودم میبینم چه حسیه. وای بچه ها باورم نمیشه. میدونید من دلم میخواد لب لب پر از وسیله باشه، مثلا اینو بکشی بیرون اینو بکشی باز تموم نشه، اما باورم نمیشه که توش اینا بود. یه دونه از این عروسک ها که جای سویچیه در واقع. بذارید بازش کنم ببینید. وای حتی انقدر کیفیتش بده. البته چسبناک داره نمیدونم چرا. روغنی ببخشید. اینجاشو نمیدونم میبینید یا نه ولی پاهاش کندگی و اینا داره، خط و خش داره. من الان هپی نیستم. و اما مورد بعدی یک فیل. اصلا خوشحال نیستم واقعا. چیه این؟ چقدر زشته. باورم نمیشه توش همین بود فقط. یعنی یک آخ دستم خورد به این لپ لپ تیزه. یعنی کلن یه دونه جای سویچی و یه دونه فیل. حالا به نظر شما اون لپ لپ 99 تومنی میارزه یا اونی که 325 تومنه؟ به نظر من که هیچ کدوم. خب بچه ها تا یه ویدیو دیگه و یه آنباکس یا یه کار جدید دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدافظ.